آمادگی به جشن مقدس 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه عمرک جماعت دهات قلعه خنبی ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان بینای نوی خوشطرح و زمانوی مؤسسه تحصیلات عمومی ابتدایی رقم 49 با حضور رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و دفتر کاری برنامه میسیای شرق مورد بهره برداری قرار داده شد. ابتدا رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف به صفت کارهای انجام داده ساختمانی، شرایط مهیا گردیده برای تعلیم و تربیت مکتبیان زینه ابتدایی، معلمان و سرور بارگاه تعلیمی شناس شده شریک شادی و نشاط مکتبیان دهه گردید که سالیان سال در یک بینای کهنه و کارناشایم دهه عمرک با مانعهای زیاد تعلیمی تحصیل داشتند و از برکت و فیض استقلال وطن صاحب بینای نو و زمانوی تعلیمی گشتند. در جشن کشایش این بینای خوشطرح و زمانوی تعلیمی رئیس ناحیه درواز خیر و مقدم گفته بابت بنیاد این بینای معاصر و نمونوی تعلیمی همچنین کارهای انجام داده طول 9 سال فعالیت ثمره بخش در درواز اظهار سپاس و قناعتمندی نمود. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف با لفظ گوارا و سخن موزون اظهار داشت که درواز امروز معروف است در جمهوری، در منطقه، در دنیا با ذخیره انسانی خود. امروز ماست درواز مشهور جمهوری و مشهور دنیا شده است. انا امین خیل مکتب است که اجدادان آدمان بزرگ از دوره قدیم از دوره خود میر تا این دم رو به معارف آوردند. میدونستند که در این منطقه و عموم ولایت مختار کوهستان بدخشان برای اون که آدم سزاوار زندگی شایسته گردد و چیزی که بایگری اساسی ما داریم این خود همین ذخیره انسانی است. این همان معارف است، این همان علمجویی است، این همان کسبجویی است که دائما پیشوای ملت با اون دقت میتن. در کجایی که پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نرود خواب و آخری با یتیمان معیوبان باشد، خواب با زیایان باشد، حتی با دهقان با کارگر اما وقت دعوت میکند با آموختن علم و میگویند که امروز او دولت او ملتی که اگر به مکتب به معارف به علم رو نهارد او آینده ندارد. و من خیلی خوشحال هستم، خیلی سربلند از آن است که امروز از این نوعیه کوچک از سطح عالی رو برای مملکت وزیر دستگاه جای پرزیدنت و مرکز تحقیقات استراتژیک نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اکادمی علم نیست امروز ساحه‌ای که در آنجا زادگان این ناحیه بلندکوی تاجیکستان کار نکنند. من بسیار خواهش میکنم که مسئله آموختن زبان، مسئله آموختن علمای دقیق، فنو دقیقی جناب عالی برای سال 2020-2040 این را وظیفه اما مهم نامبر کردن. التماس میگم که هم استادان، هم پدر مادر، هم شاگردان توجه دهند. جوانان درواز امروز در ساحه بیزنس، امروز در ساحه سیاست، امروز در ساختارهای دولتی خیلی مقام خاص کسب کردن و بسیار میخواستم که با طرف تشکیلات های بین المللی با آموختن زبان، با آموختن علم زمانه، کامپیوتر، تکنولوژی معاصر دقت دهند. همچنین در تنتنه کشایش این بارگاه معاصر علم و معرفت کامرانشاه و دود راهبر دفتر برنامه میسیای شهر سعید خواجه اکبروف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سخن گفته بابت توجه خاص روزافزون پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد مکتب و معارف طی سالهای اخیر اظهار نظر نمودند. باید گفت که ساختمان این بنای معاصر تعلیمی ابتدایی در دهه عمرک در دایره لایحه همگرایی شده تکمیل دهی دهه بهتر نمودن صفت زندگی جامعه نزد سرحدی تاجیکستان و افغانستان ماه فوریه سال روان شروع گردید و با خرج بیشتر از 1,770,000 سامانی با مبلغ گذاری پتریب بنای تعلیمی ابتدایی با 5 صنفخانه و 2 اتاق کاری معلمان همچنین بناهای یاری رسان و خط تازه بنیاد آب نوشاکی مورد استفاده قرار داده شده است. اساساً تشکیلات میسیای شهر در دوره لایحه بین سرحدی تاجیکستان و افغانستان در تاجیکستان ما ساختمان مکتب‌ها، تعمیر مکتب‌ها، ساختمان حاجتخانه‌های جمعیتی در شاهراه‌ها و اینچنین ساختمان حاجتخانه‌های شخصی در خانه‌هایی که دهه‌های هدفی برنامه ساخته ایستاده ایم.
و اینچنین در مکتب مذکور ما اینچنین تشکیل کردیم خط آب نوشاکی که با مکتب بچگان میتوانند با آب تامین نماید. اینچنین در مکتب مذکور 2 حاجتخانه نیز ساخته شد. در بنیاد این بینای نمونوی تعلیمی ابتدایی قدرتچی اساسی جمعیتی دارای مسئولیتش محدود میف بوده کارهای ساختمانی را از ابتدا تا انجام بیشتر از 65-70 نفر بناکاران وطنی از ناحیه عینی ولایت سوخت جوابگوی معیارهای ساختمانی به انجام رسانیدند که باعث خرسندی مکتبیان و ساکنان دهه عمره گشته است. تشکیلات بین المللی میسیه شرق از میان نموده است که در دهات ناحیه بینای مکتب‌های تعمیر طلب را از تعمیر برآورد و به این وسیله در تطبیق لایحه همگرایی شده تکمیل دهی دهه سهم خویش را گذارد.